برادران عزیز ما خبر داریم در توبتگاه یکی دکتر بهروز چونینی که میگن ما دولت خیلی به حد جان سوزی که در قرار داشتیم ولایت ژیروتکا، تلخه و گرددر با ولایت به حد بدبین قرار داشتیم و با یکی دکتر بهروز مراجعت کردیم. چنین 3 روز است که ما خیلی 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 بهتر شدیم، خوب شدیم بگیم، سازم شدیم بگیم میشود و اکنون با شما توصیه میتونیم که بیاین با که دکتر بهروز مراجعت کنید. شما را همه مراجعت توبت و چگونه کسلی‌هایی که دارین میتوانند شما را از همه مراجعت های چیتون کسلیتون همین نرخ نوع توباتو چقدر نرخ نوع توباتو به حد ارزان است. از تاجیکستان ارزان تر است. میتوانید با نرخ های ارزان تر دسترس کنید و توبات خود را بگیرید. وقتی خودت اومده بودید چه خیلی به حالتت مرگ حالت یکمی که ما مردم خداوند این دردی که ما داشتیم یگان آدم ایشون اپشکر که اوزی خوب کشیدگه چه خیلی بود خودت میدونی خودت شاید اپشکر آوردن الله خدا خودش میدوند یا اپشکر حالتی داشت که اپشکر دم درد خدمت پیشینه ما فراموش کردم گفتم یا اپشکر حال زنده میمونه یا نیازی اگر این کنار اوقات خورده است عورت است ایشان داده نمیشود ولی اوقات خورده است. شیشته خندیده چقچق داره هزار تشکر دارد که با اکی دکتر بهروز که یا جانی پروردگار ان شاء الله مراجعت کنین توبت کرد و خیلی بهتر شده است. میتونیم با اکی دکتر بهروز مراجعت کنید و شفای به حد خوب رو دریافت کنید. بله سلامت باشید دوستان عزیز. خب سلامت باشید.